نوروز باستانی و حلول سال 1500 هجری شمسی را به تمام افغانا، به تمام مسلمانا و به تمام همسایه ما از صمیم قلب تبریک میگم. در اختیار خنده انداز وانی موږ د دې وطن په دفاع کې ورکړې ده. هر څوک چې دلته غښتلتوب کوي بیا دې زما سره همگی بفهمه بدانه که ما پذیرفتیم همه چیزه، اما 4 نفر در گروگان گرفته پارلمانه. از این گروگان گرفتگی از این 4 نفر ما مشکنانه می گروگان گیده. ما میریم رئیس میاریم معرفیش میکنیم، دست هر کسی که چیز کده میتونه خلاص. قانونی پدر کس اینجا ریاست کدن نمیتونه. دست قماندانش هم خلاص، دست جنگ سالارش هم خلاص، دست دموکراتش هم خلاص. جنگ از این خاطر تحمیل شده که میخواین ما از موقعیت ضعیف مذاکره کنیم. 6-7 ولسوالی در قمانده ما است. ما از اینمی چوک چارای مکران چوک عبدالحق شهید دوستو کلش مردم ما است. هر نظامی که بیا از دورش به من نمیکشه. قسم به خدا که بیخی جنگ در دروازه کابل برسد که جای یک خانم برای ما بانه. به مقابل روسا که چقدر شهید دادیم، در مقابل از یام شهید میشیم. برادرای ما که رفته ما از واقع اذیت نیستیم. این وطن ماست و احترام نیست که یک کسی از بیخ بوته باشه که کسی بالایش در می فیسبوک های اگپ اضافه تر بنویسه. فیسبوک کی یک چیزی است که شمال میبرش میره، این گپایت نتیجه هم نمیده. ما طالبا یک سوی تفاهم شده بود، کدام مشکل نیست. طالبا ما کتشان جور هستیم، برادرای ما است و کتی ما جور هستن. دیگه وطن است که پا در افغانستان میان، کدام مشکل نیست. ما شکر جور صدمند هستم. نواسه خدا حضرت امام حسین رضی الله عنه، نواسه خدا حضرت امام حسین رضی الله عنه. در اختیار خنده در اختیار خنده